حرفای آقای خامنه‌ای رو خیلی باید جدی گرفت، چون آقای خامنه‌ای از اون دست رهبرانی است که خیلی فکرشونه و عامدانه حرف میزنه. یکی از مهمترین حرفایی که در سالهای گذشته زده اینه که گفت من دیپلمات نیستم، من یک انقلابیم. خیلی شفاف گفت اگر با من کاری دارین فکر نکنین از طریق حرف و دیپلماسی و رأی و اینها میتونین چیزی رو تغییر بدین. من یک انقلابیم. پس زبانی که میفهمم زبان انقلابه. همه کسانی که فکر میکنند غیر از این، یعنی غیر از اون چیزی که خود آقای خامنه‌ای شفاف و علنی اومده و همه کسانی که فکر میکنن از مسیر دیگه‌ای میتونن به چیزی برسن و به جایی برسن، شما دفعه اول فریب میخوری. اگر تکرار کردی دیگه این انتخاب کردی. خیلی عامدانه نشانه ها رو به سمت میبرن که کاملا نشون بدن شما همتون هیچ کارید. چه اون مردمی که فکر میکنن رأیشون تاثیر داره، چه این کاندیداهایی که فکر میکنن حضورشون تاثیر داره، حتی اونهایی که امیدشون به این بود که اگر اندکی هم تغییر حاصل بشه این میتونه روزمره ما رو دگرگون بکنه، میتونه حال ما رو تغییر بده، حال ما رو خوب بکنه. آقای خامنه‌ای خیلی شفاف داره بهشون میگه که من تعیین میکنم که کی شما حالتون چجوری باشه. من دلم میخواست شما 2 هفته سرگرم مراسم انتخابات باشید، الان میگم موضوع تمام شد. 2 قطبی رو بذارید کنار، همتون یکی هستید. در چی یکی هستید؟ در اطاعت و تبعیت از من.